میدان سابق اتکا واقع در تقریبا 5 کیلومتری جنوب شهر حصار روز 13 دکبر به سامانه اخبار خبر دادند که مقامات میلیسا روز 13 دکبر یک برادر بحرالدین ایوبوف مؤلف ویدیوهای خطاب به امام علی رحمانوف را به دوشنبه بر ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه اوباب بردند. کارمندان شعبه منطقوی مبارزه با جنایت‌های متشکلانه در وادی حصار معروف به شعبه ششم گفتند که او باید برای برادرش یک پیام ویدیویی ثبت کرده در آن از بحرالدین ایوبوف دعوت کند که نشر مراجعتنامه‌های ویدیوهایش به نام امام علی رحمانوف را بس کند و از پس کار خودش شود. یک روز قبل 12 دکبر کارمندان شعبه ششم منطقوی به گل میدان آمده سیم‌الدین ایوبوف، پدر بحرالدین ایوبوف، برادران او و همچنین رئیس محله و امام مسجد دهه اتکا را همراه خود برای بازپرسی به قرارگاهشان در شهر ترسونزاده برده بودند. در جریان بازپرسی در شعبه ششم در ترسونزاده احوال سیم‌الدین ایوبوف خیلی بد شده است و او را با فشار بلند به بیمارستان شهر حصار آوردند. همصحبتان اخبار میگویند سبب برای بازجویی بردن نزدیکان بحرالدین ایوبوف ویدیوهایی است که او در چند هفته اخیر در اینترنت نشر کرد. بحرالدین ایوبوف یک مهاجر جوان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان در مهاجرت کاری قرار دارد. این جوان در میانه‌های ماه نوامبر نخستین ویدیویش را در اینترنت نشر کرده بود. چرا نمیگذارید مردم از حق خود دفاع کنند؟ اول به سر قدرت آمدنتان از نام ملت سوء استفاده کردید و امروزها دارید آشکارا به ملت خیانت میکنید. هر کسی از حقش دفاع کرد و از قانون حرف زد به دهانش کوبیدید. تا کی میخواهید از ملت سوء استفاده کنید و به زورگویی در منصب بمانید؟ این جوان تنها از حق خودش دفاع کرد و از قانون حرف زد و سیاست غلط پیش گرفته شما را به مردم رساند. از شنیدن حق اینقدر هراس دارید در حالی که قانون‌های دموکراسی این را اجازت می‌دهد. پس چرا شما دعوا می‌کنید و لاف می‌زنید که تاجیکستان کشور دموکراسی است در حالی که شما خود را از قانون بالا می‌دانید؟ مردم عزیز، آیا وقت آن نرسیده است که ما در زندگی خصوصی خودمان تصمیم بگیریم نه کسی دیگر؟